بهت پیشنهاد میکنم امسال روز مادر رو با درست کردن این کیک گلدونی به مامان تبریک بگو. هم هنرتو بهش نشون میدی، هم متفاوت تر بهش تبریک میگی. اول از همه میریم سراغ درست کردن کیک اسفنجیش که تخم مرغ و شکر وانیل رو با هم میزنیم تا حجمش 2-3 برابر بشه. بعد بهش بیکینگ پودر و آرد و پودر کاکائو رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. یک دست که شد میریزیم توی قالب و میذاریم توی فرن بپزه. حالا تو این فاصله میریم سراغ درست کردن گلدون اصلی. برای گلدون هم نیاز داریم به این ظرفای یک بار مصرف تو هر سایزی که دوست داشتید. فقط دو طرفش رو ببرید تا موقع برش نهایی شکلاتتون نشکنه. شکلات ذوب شده رو بریزید تو این ظرف و مطابق ویدیو دور تا دورش رو بچرخونید تا تمام دیوارهای ظرفتون رو شکلات بگیره و ظرف رو حدود 2-3 ثانیه برگردونید شکلات اضافیش ریخته شه. بذارید 10 دقیقه توی یخچال بمونه. خودشو که گرفت مجدد شکلات بزنید تا لایه ضخیم‌تری داشته باشید. حالا دوباره ظرف رو بذارید توی یخچال نیم ساعت بمونه و بعد از گذشت نیم ساعت از همون جایی که برش زده بودید راحت میتونید ظرف رو جدا کنید و شکلات رو از توش بردارید. من برای اینکه گلدونم طبیعی‌تر دیده بشه دیوارهای گلدون رو شکلات زدم و روش رو پودر کاکائو علک کردم. این قسمت کاملا سلیقه‌ایه، شما میتونید اصلا انجامش ندید. حالا بعد از درست کردن گلدون میریم سراغ آماده سازی خامه قنادی. به این صورتی که خامه قنادی رو هم می‌زنیم تا جایی که فرم بگیره. بعد از فرم گرفتن میریم سراغ برش دادن کیک اسفنجی. با توجه به ظرف یک بار مصرفی که دارید به اون اندازه کیکتون رو برش بزنید. یه لایه کیک و با شیر کیکتون رو مرطوب کنید. یه لایه خامه، یه لایه موز یا هر میوه‌ای که دوست داشتید مجدد یه لایه نازک خامه بزنید و کیک اسفنجی دوم رو روش بذارید. همین ترتیب رو تا پایان گلدونتون ادامه بدید. من برای پایان کار بیسکویت اورئو پودر شده رو روش ریختم تا حالت خاک گلدون بگیره و در انتها با استفاده از هر گلی که دوست داشتید میتونید روش رو دیزاین کنید و من یه کوچولو هم پایه گلدونم روش خاک ریختم که خیلی طبیعی تر دیده بشه. حالا فکرشو بکن تو این گلدون جذاب پر از گل رو برای مامانت درست کنی و با برشش همه مات و مبهوت بشن. بهت پیشنهاد میکنم پستای بعدی رو از دست ندی، پر از ایده هایی برای روز مادره.